مرحوم حاج محمد علی فشندی که یکی از محترمین تشرفاتی محضر حضرت داشته، یه روز یه تشرف برای ایشان تو مسجد جمکران گفت اول صبحش بعد نماز اصلا حال و هوام عجیب غریب بود، گفت رفتم جمکران و خلاصه جمکران بودم و اعمال مسجد جمکران اینا رو انجام دادم و بعدم موعد بیرون اومدن آب سرد کن قمقمم و پر آب کردم اومدم برم تو خروجی مسجد تشرف براش حاصل میشه، اونم آقا رو میشناسه، گفت سر دو کنده زانو نشستم، حالم خیلی به هم ریخته بود، شروع کردم مثل بچه‌ای که پدرش رو یافته گریه کردن. گفت حضرت در مقابلم قرار گرفت، رو کرد به من فرمود چرا گریه می‌کنی؟ گفتم آقا فکر نمی‌کنید بسه باشه؟ فکر نمی‌کنید این همه مشکل، این همه بدبختی، این همه معضل دیگه کافیه؟ دیگه آیا زمانش نیومده که خودتون اقلا دست به دعا بلند کنید و برای امر فرج دعا کنید؟ دیگه آیا زمانش نیومده که خودتون اقلا دست به دعا بلند کنید و برای امر فرج دعا کنید؟ یه تبسمی به من کرد، فرمود حاج محمد علی فشندی. گفتم بفرمایید. اشاره به قمقمه آبم کرد که کنارم بود، فرمود همین اندازه. عرض کردم محضر حضرات به کلام خدا و به آیات حضرت پروردگار سوگند میخورم نقل کردنش برام سخت و دشوار. گفت حاج محمد علی به همین اندازه ای که تو به آب این قمقمه احساس احتیاج، نه به همه، به آب توی قمقمه احساس احتیاج میکنی، اگر همه اینهایی که مدعی شیعه بودن و منتظر من بودن هستن به همین اندازه به من احساس احتیاج کرده یا به یه بیان دیگر تو زندگیشون جایگاه داشتم، خدا فرج من رو محقق فریب ما نخواه دروغ که ما به وسعت دریا دروغ، دلی که خانه دنیاست جای مولا